مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 22 ایول سال 2024 در دو صدمه نقلیاتی در جماعت سیوستان نویه دنغره و ثروت استقلال نویه کوشانیان 2 نفر جان باخته، چند تن دیگر جراحت برداشتند. 22 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 13:10 راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا سعیدوف جاویدان سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در شوروی اتومبیلگرد دوشنبه کولوب واقع در جماعت دیوت سیبستان نویه دنغره از اوده دوره وسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده ماشین را چپ کرده است. در نتیجه مسافر داخل ماشین میرزا علی و شهلا سال تولدش 1969 ساکن نویه فرخار در جای حادثه به هلاکت رسیده. خود راننده سعیدوف و مسافر دیگر ماشین مذکور قاسموف صادق سال تولدش 2006 ساکن نویه حمدانی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. 22 ایول سال 2024 تخمین ساعت 12:10 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز فریدونوف دولتیار جمعایویچ سال تولدش 1993 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت از سمت 5 پایان به سمت شهر بختر در حدود جماعت دیوت ثروت استقلال نویه کوشانیان از اوده دوره وسطه نقلیات نبرآمده به پایه‌های بتونی قبور آبگذر برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین یتیم و مرجانه سال تولدش 1986 ساکن نویه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. عید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد.